مقایسه‌ای بین ایران و اوکراین وجود نداره که ما بخوایم بگیم اگر زلنسکی تحقیر شد. بنده که باورم بر این نیست که زلنسکی تحقیر شد، ولی فرض رو بر این بذاریم که اگر زلنسکی تحقیر شد، نه اصلا ما یک دوست آمریکا نیستیم، ما مبتنی بر منافعمون میخوایم بریم با آمریکا مذاکره کنیم و اصل رو هم اتفاقا، چون که تمام دنیا ما چیزی به اسم دوست نداریم، دنیا بر اساس منافع متقابل. همین آقای پوتینی که ما اینقدر واسهش گردن گذاشتیم عامل اصلی حمله 7 اکتبر بود. 7 اکتبر چه بلایی سر ما آورد؟ تمام اهرم‌های ما تو منطقه رو از همون گرفت. هیچ کسی، خیر هیچ کسی رو در نظام بین الملل نمیخواهد مگر منافع متقابل. برمیگرده ما چقدر هوشمندی داشتیم که منافع متقابل با تک تک اعضای این نظام بین الملل. ما متاسفانه الان خودمون رو از نظام بین الملل جدا کردیم، شدیم یه خرده نظام. آیا این خرده نظام در برابر نظام بین الملل میتواند رقابت کند یا نه؟ الان شاخص هایی که داریم میگه نه، نمیتونیم رقابت کنیم.